ارادت خوش اومدیم به چنل گیمر 99. حامدم و اومدیم با قسمت دوم بازی جنگ های صلیبی. بچه یه چالشی گذاشتیم جنگ های صلیبی رو روی گوشی اجرا کنیم و مراحلش رو تمام کنیم. الان اومدیم با مرحله دوم، با قسمت دوم جنگ های صلیبی، مرحله 3 و 4 داستان اول، لردهای ردیف 1. بریم توی بازی ببینیم چی میشه. سال 1404 ما با ریچارد شیردل و 2 تا خلیفه روبرمون، همون بازی که قسمت قبلم گفتم این بازی همه باهاش خاطره دارن، چون همون اوایل بازی و طولانی هم هست، همه دیگه نشستن یه دونه بازی کردن یه خاطره طولانی باشن، ولی خب ما میخوایم زود تمامش کنیم. راستی بچه‌ها اینجا گوش کنید. بزنم زبانش هم بازی کردم. سرباز ویژه عرب، سوارکار عرب. آموزش اینم براتون میذارم، دوبل فارسی رو چطوری بذارین روی بازی جنگ های صلیبی که من براتون گذاشتم و بهتون آموزششم گفتم. اگر راستی نمیدونید هم که آموزش نصب جنگ های صلیبی روی موبایل رو اینو بعد ساختم. آموزش نصب جنگ های صلیبی روی موبایل رو توی 5 دقیقه، یعنی کمتر از 5 دقیقه نصب کنید و ازش لذت ببرید، رو توی چنل. چرا این با این فاصله داره؟ بعد نشد. بله داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که من خیلی روی قرینه یه ذره حساس شدم. آموزش نصب جنگ های صلیبی زیر 5 دقیقه، یعنی زیر 5 دقیقه جنگ های صلیبی رو روی گوشیتون نصب کنید. آموزشش رو گذاشتم براتون توی چنل یوتیوبمون گیمر 99. اوف بچه یه داستانی که هست، سرعت تو چنده؟ رو 90. میگم چرا انقدر سریع مپو ساخت. یه داستانی که هست، این خلیفه با ما کار داره، ریچارد اونو نگه میداره، این خلیفه با ما کار داره و این خلیفه هم دیدین نیروها رو میاره میذاره اینجا. ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ من میگم بیایم این سری ما اینو بذاریم اینجا که آقا اگه این اومد اذیت کنه یه سری حرکاتی هم میزنه دیگه. ببینم آره لازم میشه. حالا ما فعلا اینو میذاریم، سریع انجام میدیم اینو. بله اینطوری راحت میشه پیداش کرد. لازم نیست بریم بگردین دنبال خونه، اون سرباز خونه که دارید راحت میتونید بزنید روی این بخش ساختنش، سرباز کماندار عرب، و برسیم به سرباز خونه جایی که هست. سرعتش یه ذره کم شد، یه دونه ببرمش بالاتر بهتر شد. سرباز کماندار. یه پیشنهاد دیگه ای که دارم، وقتی بازی رو شروع میکنید بیاید اول کار بهتره که تایمش رو بیارید پایین و بعدش که کامل مپتون ساخته شد تایمو ببرین بالا. اون میام تایمو، سرعت بازی رو بیارین پایین، بعد چوب مورد نیاز باشه مپتون ساخته شد ببرینش بالا. ببین بچه‌ها توی جنگ های صلیبی که یک ردیف لرد داره نمیشه بزنید روی انبار و انتخاب کنید اون چیزی که مد نظرتونه رو برای خریدن. ولی مورد حمله قرار گرفتیم. کی حمله کرد؟ سگ گذاشته دنبالت منده داشت. خوبه الان اینا میان وای میسن دمه اینجا که منو بزنن. من هم نشستم بود شیت حسنه. قبلا خلیفه تیرانداز پیاده هم میفرسته. یادم نمیاد، چرا شک دارم، حس میکنم یه سری جاهاش عوض شده یا من بازی نکردم. دوستانی این وسط هست. بریم بچه ها، من یه ذره مپو گسترشش بدم، یه ذره کامل ترش کنم برسم خب بچه ها من گفتم همینجوری که دارم مپو کامل میکنم یه چیزی رو براتون توضیح بدم. یه ترفندی که من همیشه اجرا میکنم
من هیچ غذایی نمیسازم. الان اینام چرا کم شد؟ اینجا من قرار هیچ نمیگیره غذایی نمیسازم. حتی اگر اینجا قرار نمیگیره. چی بگم، 2 تا از اینا هم بسازید براتون کارو در میاره. چرا؟ چون میاد اینا رو تولید میکنه، شما سریع اینجا چند تا شراب سازی میسازید. مثلا اینجا چوب خیلی کم شد. خب یه برای هر 50 تا هر 40 تا آدمی که داریم، شهروندی که داریم، یه دونه اون مشروب خوریه لازمه. اون جایی که میرن توش مشروب میکنن، نمیدونم اسمش چیه، یه دونه از اینا لازمه. اسمش چیه؟ این نمیدونم اسمش چیه. برای هر 40 تا نیرو، 45 تا نیرو، سرباز ویژه یه دونه از اینا لازمه. حمله قرار حالا گرفتیم. زوم نکن. خب یه دونه از اینا لازمه. بعد ببینید اینجا من الان انقدر زیاد ساختم، خیلی دیگه برام میاد. 2 تا از اینا داشته باشین، 2 تا از اینا که انگور جمع میکنن داشته باشین. چی میگن اینایی که مزرعه انگور، 2 تا از اینا که مزرعه انگور دارن داشته باشین. 4 تا هم از اینا بزنید، قشنگ 3-4 تا اینا رو ساپورت میکنه. و دیگه نیازی به اون همه غذایی و نمیدونم نونوایی و این حرفا نیست که فقط بتونید مواد غذاییتون رو تامین کنید. این خیلی راحت کارو براتون در میاره و خیلی به صرفه تر از اینه که بخوام بریم دنبال غذا و این حرفا. یا حتی اصلا اینم اینجا قرار نمیگیره سرورم. من نمیدونم چرا الان یه لگی داره میزنه برام. ما چون زیاد داریم هرچی داریم بخواد میسازیم. انبارهای قله خالی است. اگر غذا اومد درامون نخورید. چقدر سنگ. خب اوه و اینا رو اینقدر از خلیفه بدم میاد. اینقدر از خلیفه بدم میاد بچه ها. اینقدر رو مخ و عذاب آوره. ما مورد حمله قرار گرفتیم. یه لگی داره میزنه گوشیم، نمیدونم علتش چیه. من نمیتونم کنترلش کنم، مجبورم باش بسازم. خب بچه ببینید برای این مرحله همینقدر مپ کافیه. من چند تا تیرانداز گذاشتم اینجا که از این ور ورود نیارن، ورودیشون قطع بشه. اینایی که میبینید سنگ داره مال من نیست، اینا مال منه که براشون گاوم زیاد گذاشتم. آهنم داشتیم اینجا دیگه، زمان نداشتیم دیگه، حوصله‌اش نداشتم بسازم. ماشاءالله ریچارد که داره حمله میکنه به خلیفه. ما هم یه داستانی داریم با این خلیفه جون عزیز. من نمیدونم چرا گوشیم داره لگ میزنه. میخوام این مرحله رو زود تموم کنم. خب بچه اومدم حمله کنم. ریچارد گفت پیروزی نزدیک است. اومدم مپو نگاه کردم، دیدم که واقعا نزدیکه. حالا خلیفه اینو باید میگفت، نمیدونم داستان چیه. خیلی نزدیکه تا عزیزم. پیروزی دم خونت ریچارد. با این نیروهایی هم که تو داری الان پیروزی میاد تو خونت. سوارکار وقت کردیم یه 4 تا دونه تیر انداز بسازیم. سوارکار عرب. ما مورد حمله قرار گرفتیم. سوارکار عرب. یه لگی بی دلیلی داره میزنه، نمیدونم داستانش چیه. اینو بذاریم نگیرن این فنگ و زخم و زیری کنن. یه لگ بی دلیلی سرباز متخصص. ما الان که دقت کردم هرچی آدم بسازیمش رو نداریم. سرباز گرزدار. ببینم سوارکار عرب. سوارکار عرب. بریم برای یه دوئل.
بزنید من خطی میشم سوراخشون کنید. نزن ریچارد داداش نزن خواهید بزنی بد از ترسناکترین اتفاقاتی که میشه بیفته توی حمله حریف ایناست. منجنیقا تخییرهای ناهنجار ایجاد کنه. ما یه عقب نشینی ریزی میکنیم. بچه ها نظرتون چیه؟ اول از طرف خلیفه زرده بریم تو. آماده جنگ شدیم. سرباز متخصص زیاد داشتم. چند تاشون آوردم؟ 8 تا از اینا ساختم. 2 4 6 8 تا از اینا. یه چند تاست؟ 50 تا هم گرزدار آماده کردم اینجا و چند تا هم از این سرباز متخصص ها موند اینجا. 7 تا. مپمون هم این شکلی شد. اینا که از این یاروها درستن شراب تولید میکنن. مزرعه شرابه. چی بهش میگن؟ اسمش اینجا مینویسه؟ نه مزرعه شراب، مزرعه انگور. چرا میگم شراب؟ مزرعه انگور. اینجا شراب سازیه و اینا و اینجا هم که سنگی بود. بچه اینجا من اومدم چند تا آهنی ساختم. بالاخره من اصفهانی ام. گفتن که کیفه خالی باشه که چی بشه؟ حالا خالی باشه خدا رو خوش میاد. دور خدا هیچ امیدی به این ریچارد عزیز نیست. بعدی مپا کوچیک میسازه کردم میشه و مپا که کوچیک میسازه به درد نمیخوره. ریز حمله میکنه و سریع. ولی بعضی وقتا اون مپ 4 تا اینم 4 تا یاره. بعضی وقتا اینجوری که میسازه یه ذره کامل یه ذره بزرگترش که میکنه حمله های قشنگ تری میزنه. الان نه. بریم 8 تایی اینو بزنیم چی میشه. بزنید من نگاه میکنم. جون ماشاءالله. آه بچه دارن میزنن. گرزدارا یک پیام از خلیفه. انداختیم؟ بریم جلو. بریم تو. مطمئن باش که اجازه نخواهم. بریم تو. بچه علاماتشمون هم میزنم. بچه یه مشکلی که هست الان ممکنه آتیشمون هم سوارکار عرب بگیر دیگه. ببخشید خیلی داره لگ میزنه. میتونم خودم کامل داره لگ میزنه. الان تیراندازان رو گذاشتم رو آتیشش. سرباز گرزدار داره لگ میزنه شدید. بعد سرباز گرزدار میریم تو. ولی میریم تو. پیام از خلیفه. افتضاح. به خدا داره لگ میزنه. من اینطوری بازی نمیکنم. خیلی یک داره لگ پیام از میزنه. ریچارد شیردل. عالی بود. ما همه تحت تاثیر پیروزی تو قرار گرفت. اصلا بازی داره جدا لگ میزنه برای خودش. سوارکار عرب. میدونی باگ بازی نی، باگ ضعف گوشی و این چیزا تو کار نیست. خلیفه هم اومد. ندادن مالیات یه خیلی لگ خوبه. عجیبیه. خلیفه اولیه رو به صورت خیلی زشت زدیمش. انشالله خلیفه دومیه رو قشنگ‌تر می‌زنیم. من تیر اندازا رو میدونم. خلیفه دور مپش تا یه حاشیه محدوده‌ای اون روغنا رو میریزه، نفت میریزه و تا نزدیک میشه آتیش میزنه. من دقیق تیراندازامو گذاشتم تو اونجا، تو اون محدوده‌ای که داشت. نیروی کافی نداری و سر باگی که میزد نتونستم بیارمش بیرون. بریم سریع بازی کثیفی که با همون شروع کردن رو تمام کنیم. این لگ بازار رو تمام کنیم. بفروشیم هرچی داریم نداریم.
من مرحله بعدی خاطره براتون تعریف کنم. خاطره خیلی ناجور. نیروی کافی حرکت نداری. زشتی که پیگ ممکنه سر شما هم بزنه. باید خیلی مراقبش باشی. سرباز گرزدار. باشه. بریم ببینم چقدر شد ویدیو. اوه یه دونه مرحله‌اش 20 دقیقه است. بچه ریچارد داره هم نمیکنه. خاک بر سر داری جلو تیراندازا اینا رو میبری. ما مورد حمله قرار دیگه چی گرفتیم. داری تو بسات؟ تو حمله نکن. تو اصلا حمله نکن. معدن چیه رفت تو دل اینا. جدی داره باگ میزنه. من نمیدونم این داستانش چیه. داره لگ میزنه. نمیدونم این داستانش چیه. بچه این مرحله یه ذره طولانی شد. با اینکه خیلی سعی کردم زود بزنم. ببین بچه من سریع اینا میاد میخوایم تست کنم ببینیم بدون تیراندازم میشه زد یا نه. از همینجا اینو بیاریم پایین. میاریم؟ آره ما از همینجا زدیم اینو یک پیام از احمقانه خلیفه. زدم. چی؟ تو قصد کشتن بهتره که تیراندازا رو ببریم جلو. خب سرباز گرزدار. بیان ببینم. سرباز گرزدار. بهتره که تیراندازا رو سرباز گرزدار. ببرین جلو. سرباز گرزدار. سرباز گرزدار. اما میتونید این کارم نکنید. ما مورد حمله قرار گرفتیم. ببینیم چی پیش میاد. 10 تا رو فرستادم که اونو بزنن. زدن. بریم تو. حالا همه رو فرستادم برن تو. امیدوارم حتی آتیش رد نشن. ای خدا لعنتتون کنه. رد شدن. اپا میاریم پایین ببینیم دارن چی کار میکنن. 33 تا نمیرسه به نظر من که نمیرسه. نه خب بچه ها تجربه‌ای که داشتیم همین الان اینجا رو زدیم و نتیجه گرفتیم که بدون تیرانداز زیاد جواب نیست. یک پیام از خلیفه. من برم. شما ضعیف بودید و ما به راحتی پیروز شدیم. والا چی بگم شاید راست میگی. سوارکار هم با توست. یک پیام این از شرف خلیفه. دارم میام یه دقیقه اینو سربازان نساز. تو از اطراف قلعه من یه ذره اذیتش کنم. چقدر پول داره؟ 1000 تا. سوارکار عرب. 60 تا تیر اندازم چیزی نیست که بگیم اذیتشون میکنه. نگرفت. چرا نمیگیره؟ شما یه ذره اینجا رو بزنید. این در رو بزنید. میزنید. مپ حریفم یه ذره درب و داغون شده. خدایش بد نزدیم. آها این زد تو سر این همکارشون بنده خدا. ای وای اینو کی زد؟ آها اینو تیر اندازه زد. کارش تمام خلیفه. کارش تمام. متاسفانه خیلی بد بازی کردیم ولی خب تست بود. دایش اینو من میتونستم خانه جا نداره. باشه سرباز بهترم گرزدار. بازی کنم ولی خب تستش کردم. مثلا تست نیروی کنم کافی ببینم چه نداری. اتفاقی میفته. سرباز گرزدار. یه ذره لگ بازار بود یعنی اینجا. برید تو. مستقیم از مپ زدم برن تو. اذیتم کردی. سوارکار عرب. ببین بچه اینجا آتیش داره. اینجا نفت داره. حالا ببین الان اینا هم آتیش میزنه. ما مورد حمله قرار گرفتیم. این فقط تست ها. ببینید خلیفه چیزو پدیدو ناکن.
دور مپش آتیش کشیده، خیلی بده. خلیفه کرم خاصی داره. دشمن که دارن تلفون هر کاری بکنیم. یکی از عذابدارترین چیزایی که داره این لامصب آتش اندازاییه که روی خونه لرد میذاره. میشه قلعه لرد، میشه لردش آتش انداز میذاره. خیلی عذاب آور. یعنی تو زحمت میکشی اینا رو میفرستی تو، داره خیلی لایک میزنه، اینا رو میفرستی تو دم ورودی یه دونه آتیش میندازه، هرچی فرستادی میره اصلا قیف میشه. حالا ما بذاریم یه نفر از اون دور میاد یه تیر بهش میزنه میمیره. اینا بذارن نه تا کل مپو خالی نکنی. بچه گرزدارامون هم یک پیام از بچه یه ذره طولانی هم شد به نظرم این قسمت رو. اذیتمون هم کرد. این قسمت رو با مرحله 3 تموم کنیم. مرحله 4 و 5 بذاریم توی قسمت. نظرت چیه؟ این هم از این و خلیفه دوم با این مدل. یک پیام از ریچارد شیرده. پیامشو نگفت. به نظرم تمامش کنیم که طولانی تر از این نشه. ادیت کردن اینم یه ذره سخته. ببینم مرحله 5 چیه؟ مرحله 5 الان اون که 13 و اشاره کرد 5 هم میاد اشاره میکنه. 5 رو کامل نمیگیم، میگیم 5. خب اسمانی ها اینطوری میگن. یه ذره اعدادمون فرق داره باهات. منم اصفهانی هم دارش. زبون ما اینه. برم این لگو برطرف کنم و خیلی زود میام با قسمت 3. خیلی زود برمیگردم یه ذره طولانی ترش کنیم.